قرآنی که این شب و روزها از دوستان از هر بنده مؤمن که تلاوت میشه، الله تلاوت قرآن هم به هر بنده میسر نمیکنه و هر یک حرف قرآن حساب 10 حسنات ثواب داره. خصوصا در این شبهای قدر برابری 80 چند سال عبادتش برابر است. عبادتش چه قرآن خواندنش باشه چه نماز خواندنش باشه. خب و دیگر میگه شاعر که اهل ایمان را شرف از خواندن قرآن بود. همه اهل ایمان شرف و عزتش میگه العلم عز الدنیا و شرف الاخره. علم قرآن عزت دنیا است. در انسان عزت است، در این دنیا آبرو است برای انسان در این دنیا و در آخرت شرف است. شرفش همه است که شفاعت میکنه. شرفش همه است که در روز قیامت در زیر لوای پیغمبر جا میشی. شرفش همه است که در زیر سایه عرش الله جا میکنه. شرفش همه است که در روز قیامت رو سفید میخزی. شرفش همه است که نامه اعمال انسان به دست راست میگیره. شرفش همه است که همین روزه و نماز انسان از آتش دوزخ روز قیامت سپر میشود. اهل ایمان را شرف از خواندن قرآن بود. مونس از قرآن گرفتن هر کی را ایمان بود. انسانی که با قرآن است او یک مونس غمخوری داره. حتی همین قرآنی که مونسش در این دنیا است غمخوری او انسان، یعنی با این قرآن زندگیش میبره، پیش میبره، سرمشق حیات خود قرار میتیه. در قبرم میخزه، میگه از در داخل قبر وقتی که الله زندهش میکنه میبینه یک جوان خوش صورت در نزد شیشته است. تو کی هستی؟ میگه من همون قرآنای خواندگی تا هستم، من همون عملهای صالح تا هستم. هر کی خواند تا دلش پاکیزه و روشن شود، چاره و تدبیر او از خواندن قرآن بود. وقتی قرآن باز میکنی میبینی آیت قرآن استعیذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر نفری که از الله تقوا کنه بترسه، برای او الله راه از مشکلی برآمدن آسان میکنه. همین شعر معنای همه است که چاره و تدبیر او از خواندن قرآن بود. دولت از قرآن بیابی تا به قرآن بینگری. هر کسی که دولت میخواد در این دنیا، هر کسی سربلندی میخواد در این دنیا، باید قرآن بخونه، باید به قرآن نظر بکنه، باید به قرآن عمل بکنه، باید اون وعده هایی که در قرآن به او امیدوار باشه، باید وعیده هایی که در قرآن از اون وعیده ها بترسه، باید اون قصه هایی که در قرآن میگذره برای انسان عبرت شوه، باید اون احکام هایی که در قرآن انسان به او عمل بکنه. دولت از قرآن بیابی تا به قرآن بینگری. دولت آن کس را که قرآن خوان و قرآن دان بود. استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر لأولی الالباب. آیا انسان هایی که میدونن، انسان هایی که الله میشناسن با انسان هایی که الله نمیشناسن برابر هستند؟ این از پند نشانه قدرت الله که پند برای شخصانی که صاحب عقل هستند. هر کی در تعلیم قرآن نعمت را صرف کرد، رفتنش اندر بهشت جاویدان آسان بود. هر انسانی که برای قرآن خواندن، برای قرآن تعلیم گرفتن، برای با فرزندش قرآن آموختن، یعنی یک وقت را صرف کرد، پیسه را صرف کرد، قوت را صرف کرد، وقت را مصرف کرد، او انسان چی؟ برای او بهشت رفتن آسان میشه. هر کی در تعلیم قرآن نعمت را صرف کرد، رفتنش اندر بهشت جاویدان آسان بود. هر کی با فرزند خود از بحر قرآن رنج برد، در بهشتش 100,000 نعمت الوان بود. برای کی سعادت زیادتر باشه که برای پدر قاری است؟ اون نفری که قرآن حفظ کرده، اون انسانی که برای بچهش، برای اولادش پیسه زیاد داده، وقت زیاد مصرف کرده، از کارهای دیگر یعنی باز ایستاده و با فرزندش کار کرده برای قرآن آموختن، روز قیامت در برای پدر همین قاری، برای پدرش یک تاج دسترش میمونن که 70 کنگوره داره، 70 بلندی داره، هر یکتش به خودش رنگ خاص داره، 70 رنگ داره. کنی این در کی است این فضیلت دیگه؟ در بهشتش 100,000 نعمت الوان بود. گفته میشه که یقال لصاحب القرآن یوم القیامه اقرأ وارتقی ورتل
کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. کی ثواب می‌یابد در روز قیامت؟ که روز قیامت الله بگشه ملائکه‌ای که در خدمت هستند بگن که بخوان قرآن به تجوید قرائت که روز قیامت مثل که در دنیا قرائت میکردی، همچنانه که در دنیا تلاوت میکردی به تجوید و ترتیل، همون خیلی در روز قیامت تلاوت بکن. جایگاه تو در جنت آخرین آیتی که تو در اونجا قرار میگیری همونجا است. مثلا تو فردوس میرسی، تا آخر قرآن تمام کردن جای تو همون فردوس است. و اگر بچه قاری در اونجا جا بگیره مگر میشه که پدر او با ثواب کم با عمل کم در طبقه پایین جنت جا بگیره؟ نه. به خاطر همون بچه همین پدر میگیرن همونجا میبرن. به خاطر چی؟ استعاذ بالله. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. الله میگه اونهایی که ایمان آوردند و ذریه او، نسل او، اولادای او، فرزندای او چیکار کردن؟ ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن و اونها را میگه به خاطر عملهای صالحشان اون نفره که در طبقه بالای جنت هست پیش همه میبریم. به خاطر چی؟ به خاطر انسان اگر تمام نعمتهای جنت، نعمتهای بالاترین در اختیارش باشه، اگر نزدیکترین انسانش در پیش نباشه حالم خرسند نیست. به همون خاطر اهل و خانواده‌ش به یک قول که 7 پشت قاری شفاعت میکنه، الله همین نفرای پایان بدگی جنت، طبقه بالای جنت، همون فردوس اعلی، هر جایی که الله اون منزلت نصیب دیده باشه میبرن. به خاطر که در دنیا با فرزندش کار کرد. هر کی با فرزند خود از بحر قرآن رنج برد در بهشتش 100,000 نعمت الوان بود. هر کی به قرآن از این عالم بدان عالم رود جای در دوزخ با فرعون و با هامان بود. الله چی میگه؟ استعاذ بالله. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى. هر کسی که میگه در دنیا از ذکر ما، از توحید ما، از قرآن ما، از نعمت ما، از فضل و برکت ما رو میگردونه، الله میگه برای او در دنیا زندگی تنگ میتیمشه، زندگی مشقت میتیمشه، زندگی ناخوب میتیمشه، قلبش دیق میاره، دلش تنگ میشه و در روز قیامت او را کور نابینا خلقش میکنیم. و میگه که روز قیامت میگفته ای پروردگار ما، ای ربی ما، برای چی مرا کور خلق کردی، کور حشرم کردی، یعنی از قبر خزاندی، حالان که ما در دنیا میدیدم، تمام دنیا را تماشا میکردم. میگه این چنین در دنیا برای تو نعمت دادیم، برای تو قرآن دادیم، برای تو توحید آمد، برای تو پیغمبر آمد، برای تو اسلام آمد، رو گردوندی، امروز ما ای تو رو میگردونیم. الله میگه و میگه که حافظا جهد بکن تا چنگ بر قرآن زنی، خود همه دانی که فردا زیستن از قرآن بود. برای چی هر روز 8 ساعت 10 ساعت کار میکنیم؟ برای اولادا میاریم میخرن، میاریم میپوشن، بهترین لباسا رو پوشاکا رو میاریم شون میپوشن از شرکای خوب و از دکانای ارزان نمیگیرن، با اما شرکه خوب باشه، ادیداس باشه، مثلا دیگهش باشه، یعنی خوب صفت بلند. برای چی بهترین غذا رو میاریم میخرن، بهترین جا میبرین ساعتری میکنن؟ برای چی بهترین کتاب نآموزیم شونا؟ با یک دوستم گفتم برای چی بچه در اینجا 10 ساعت و 12 ساعت و 15 ساعت با مکتب ایاس مصرف کنه و 1 ساعت و 2 ساعت حق نداشته باشه با قرآن مصرف کنه؟ برای چی؟ برای چی الله که ما را رزق داده، نفس داده، ما را سلامتی داده، امنیت و عافیت داده، تمام نعمت‌های دنیا را به ما ارزانی داده، برای چی با فرزند وقت نداشته باشیم که قرآن بیاموزیم، علم بیاموزیم، توحید بیاموزیم؟ برای چی دست نمیگیریم بریم پیش یک عالم، پیش یک قاری بگیم همین را در یک هفته یک بار درس بده؟ امروز ما با فرزندمون وقت نداریم که قرآن بیاموزیم، علم بیاموزیم، توحید بیاموزیم. خوب یاد داشته باشین که فردا ما پیر شدیم یا وقت ندارن خاطر ما سر کار کنن، میبرن در التنهای میپرتوین منا، بعد در 1 ماه یا 2 ماه یا که 1 سال یک بار خبر بگیرن یا نگیرن. برای که ما ایرز وقت نداشتیم قطعی کار کنیم، اگه اوارم دیگه وقت ندارن با ما کار کنن. همون نفرایی که رفته بینین در التلهایم فرزنده اونور بین همه رئیس هستن، همه مدیر هستن، همه کارکنای کلان هستن،
بهترین مکتب‌های دنیا را خوانوندنشون، اما در اسلام توحید نآموختنشون. یک نفر میگه آمد خانه یک انسان آمد، یک عالم پرسان کرد چند تا بچه داری، چند تا اولاد داری؟ گفت 10 تا اولاد دارم. گفت کدامش علم آموختی؟ گفت همش علم دارن، همش دیپلم دارن، همش دیپلمای عالی دارن، همش پانتون خوندگی هستن، اینستیتوت انیورسیتت خوندگی هستن. گفت بهترین. گفت چند تاش نماز میخونه؟ گفت یگام تاش نمیخونه. گفت تو 10 تا خوب بچه کلون کردی. وقتی که فرزندی تو قرآن نمیآموزه، وقتی که در خانه تو ذکر قرآن، تلاوت قرآن نمیشه، او خانه را شیطان جا میکنه. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تجعلوا بیوتکم مقابر فان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سوره البقره. هرگز خانه هاتون مثل قبرستان تبدیل نتین. در خانه که سوره بقره خوانده میشه، در خانه که قرآن تلاوت میشه، شیطان از اونجا میگریزه. و در خانه که تلاوت نشوه، او خانه مثل یک خانه شیطان میشه دیگه. هر چی کاری بخواد شیطان در اون خانه انجام میده دیگه. به همون خاطر برادرو، مسئولیت ما و شما است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن الا آگاه باشین، حرف تنبیه، الا فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک شما مثل چوپان در مسئولیت خودتان جوابگر هستید. حالا ما میگیم الله رحمت بخشنده و مهربان است، اما این مسئولیت روز قیامت وقتی که فرزند در دوزخ رفت، تو جواب میگی در پیش الله که مسئول تو بودی، برای که فرزند تعلیم میدادی. الا و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. و الامیر راع، پادشاه جوابگر است، مسئول است. و پدر برای خاندانش میگه جوابگر است. و مادر تا اینکه پدر از بیرون خانه بدراید جوابگر است. همه انسان برای مسئولیت خودش جوابگر است. ای برادرها، به جاه و مال نباید اعتماد. هیچ کس به پول و مال و پیسش تکیه نکنه. هیچ نفر به پیسش، به پول داشتن و مال داشتن تکیه نکنه که مرا روز قیامت این دست من میگیره. به شرطی که این را در راه خیر صرفش کردی، مصرفش کردی، او روز به دردت میخوره. اما اگر نکردی، در این دنیا هم دیگر نفر میخوره، در قیامت هم تو جوابش میگی. هر میگه ای برادرها، به جاه و مال نباید اعتماد. تکیه کرده نمیشه به پول و پیسه داشتن و مال داشتن. نوبت ایام طفلی بگذرد چون برق و باد. همینقدر زود میگذره که بچه یک ساله بود یک وقت، حالی 10 ساله شده، حالی 20 ساله شده، قطعش گپ زدن نمیتونی. یک گپزن میگه که برفته در پلیس میتونه. یک گپزن میگه که تو کاردار نشه، من اختیار در خودم است، کجای بخوام میرم. واقعیت والله واقعیت است. میگه تو به ما گپ نزن، تو چی میگی؟ او برای که خود وقت نخونوندی. یک وقت نشیشتی قطعش کار بکنی، بفهمن که من پدری تو هستم. الله بعد از عبادت خودش مقصد خدمت مرا، امر اطاعت مرا، فرمان مرا به جا آوردن در قرآن ذکر کرده. در هر جایی که الله گفته و اقیموا الصلاه و آتوا الزکات، و بید برپا داری نماز رو و بدید زکات رو. در کجای گفته و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله حکم کرد، امر کرد که الله به یگانگیش عبادت کنین و به پدر مادر نیکی کنین. و این فرزند ندونه از کجا تو قطعی و گاب زده میتونی. بعد دیگه میگه هر کی فرزندی عزیزش رو که در مکتب نداد، آن پدر بر روی فرزندش داری خوری کشاد. البته داری خوری بر روی فرزند میکشی، در بالای خود در سر خود بلا میخری. به همین خاطر وقت مونم تمام شد، کوشش بکنیم برادر فرزندا را غیر از این که صبح از بالاش کورپه میگیم و بالا پوش میبینی که بالا پوشش واس شده، بگیری بالاش بپوشانی، برعکس بگی بالا پوش یک طرف کو، دستش بگی بر طهارت کنه، وضو بگیره، نماز بخونه. او است رحم. یکی تو کاری میکنی، این رحم نیست. این برعکس فرزند خود در دوزخ بردن است. وقتی که 10 ساله شد پیامبر صلی الله علیه و آله میگه مرو اولادکم بالصلاه و هم ابناء 7 سنین، به 7 سالگیشان شما به نماز امر کنین. و اضربوهم علیه و هم ابناء 10. کم کم ضرب بکنین به خاطر نماز، کم کم به خاطر ضرر جسمانی نرسوندن، به خاطر دپوش کم کم به دست، به خاطر ترسوندن. بگی مقصد به نماز ببرش، در نماز راستش کو. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در جاگه خواب بین بچه و دختر جدا کنین، بین بچه و بچه جدا کنین. او با از 10 سالگی بالا شهوت بیدار میشه. باید جدا بکنیم، باید کنترل بکنیم، باید تلفن‌های دستونو کنترل بکنیم، باید وقتونو محدود بکنیم، باید همیشه در نظارت بگیریم. ما شما جوابگر هستیم، در این دنیا هم جوابگر هستیم، در پیش الله هم جوابگر هستیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه.